كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هو درس معلم الثاني، درس هفدهم ألف صغير رو میگیریم. ما درس گذشته الف صغیر با الف گرفته بودیم. امروز الف صغیر با یا و واو میگیریم. اینجا الف کسره ای، لام فتحه لا و یا اینجا اومده است. یا نوشته می شود لیکن خوانده نمی شود. و خیلی که در درس گذشته گفته بودیم وقتی که الف صغیر نوشته می شود کمتر آواز را به آ مایل میکنیم. ایلا ببینید یای نمیخونیم، یا و واو نمیخونیم. اینها نوشته می شود لیکن خوانده نمیشه. یعنی این علامت به آن دلالت میکند که همین الف صغیر را به آ مایل کنیم. یا مانند اینجا علا، عین فتحه ع، لام فتحه لا، علا، بلا، هدى، استوى، سوى، أبى، حتى، تعالى، أولى، أدرى، عيسى، موسى، تقوى، صلى، فهدى، تلقى، أخرى، يسرى، يغشاها، صلاة. اینجا اکنون نوبت واو آمد، یعنی الف صغیر با واو. ببینید الف واو نوشته شده است لیکن خوانده نمیشد، فقط صاد فتحه صا، لام فتحه لا، صلا، ت ضمتین تون، صلاتون. اینجا زکاتون، حیاتون، غداتون، حسنا، نجینا، مناتون، نجاتی. این بود امروز درس. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.